امروز دوباره با معرفی یکی دیگه از مسابقات جالب برگشتم. اول از همه ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. پیلو فایت چمپیونشیپ یا PFC که یک رویداد تفریحی و غیر رسمیه، در اون شرکت کنندگان با یکدیگر در رینگ بوکس با استفاده از بالشت‌ها به مبارزه می‌پردازند. این مسابقات بیشتر به عنوان یک رویداد تفریحی و سرگرم کننده در برخی محیط‌ها و جشنواره‌ها برگزار میشه. در ادامه میتونید با برخی اصول و قوانین عمومی این مسابقه آشنا بشید. یک، تجهیزات. در مسابقات PFC شرکت کنندگان با بالش‌های مناسب و اندازه‌گیری شده برای مبارزه استفاده می‌کنند. بالش‌ها باید مناسب و مشابه و اندازه وزن باشه تا یکدیگر را از حداکثر امنیت و راحتی همراه کنند. دوم، محدودیت‌ها. در مسابقه شرکت کنندگان باید تمام تلاش خود را برای زدن حریف با بالش بکنند، اما باید از استفاده از هر گونه شیء تیز، سخت یا خطرناک خودداری کنند. هدف اصلی این مسابقات سرگرمی و تفریح بوده و نباید خطری جدی برای سلامتی شرکت کنندگان ایجاد کند. سوم، قوانین برخورد. در مسابقات PFC شرکت کنندگان میتونن به هر بخش از بدن حریف با بالشت بزنن، اما باید از ضربات خشونت‌آمیز و غیر قانونی مثل ضربه به سر، صورت، گردن، زانو و قسمت‌های حساس دیگر خودداری کنند. چهارم، داوری. در مسابقات PFC یک داور یا تیمی از داوران مسئول نظارت بر روند مسابقه و اعمال قوانین هستند. اونا بررسی میکنند که آیا قوانین رعایت شده یا نه و در صورت نقض قوانین ممکنه مجازاتی مثل دست دادن، امتیاز یا اخراج از مسابقه برای شرکت کننده در نظر بگیرند. پنجم، امتیازدهی و تعیین برنده. در بعضی از مسابقات PFC امتیازدهی و تعیین برنده بر اساس تعداد ضربات موفق به حریف، انرژی در بالش زدن و استفاده از استراتژی و همچنین واکنش تماشاگران مجاز نسبت به حرکات است. این مسابقه هم برای آقایان و هم برای بانوان برگزار میشه. جالبه که بدونید این مسابقات به شکل‌های دیگه هم برگزار میشه. مثلا دو مبارز روی یک چوب بلند میشن که زیرشون آبه و باید با بالش جوری بزنن که رقیب توی آب بیفته. و جالبتر از اون نوع ژاپنی این مسابقه است که به صورت تیمی برگزار میشه. در این حالت دو تیم در دو تاتامی جدا حالت خوابیدن به خودشون میگیرن، سپس به پرتاب بالش میپردازن و از لحاف به عنوان سپر دفاعی استفاده میکنن. و در آخر ممنون میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید.